سلام دوستان، به چنل استارانگ شو خیلی خوش اومدید. خوشحالم که دارید دوره ترک آسان و تضمینی پورنوگرافی و خودارضایی رو تماشا میکنید. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید، چون خواهید فهمید که این دوره هیچ معیار سخت و غیر منطقی رو دشتون نخواهد گذاشت. شاید الان احساس ترس کنی و یاد صدها تلاش ناموفقت بیفتی. لطفاً تمام نکاتی که خوندی و چیزایی که دیدی و شنیدی رو همین الان پاک کن و بندازش دور. اما لحظه‌ای با خودت فکر کن، اگه همه اون مطالبی که خوندی درست بوده، چرا باعث شده که نتونی ترک کنی و الان داری این ویدیو رو میبینی؟ شاید این سوالاتی که الان میگم وضعیت الان تو باشه. آیا وقتی مشغول تماشای پورن هستی از امور روزانه دیگه زندگیت عقب میفتی؟ آیا در حین مصرف پورن از یک هیجانی برخورداری که بعد از اون حس شرم و ناراحتی تبدیل میشه؟ آیا وقتی که تلاش میکنی پورن رو ترک کنی یا کمتر مصرف کنی شکست میخوری؟ آیا پورن و خودارضایی باعث مشکلات دیگه تو زندگی شخصیت شده؟ اگه یک مصرف کننده پورن هستید و به شدت به اون وابسته‌ای، کافی که این دوره رو دنبال کنید. آیا به نظر شما کسانی که برای اولین بار پورن مصرف کردن یا حتی مواد اعتیاد آور دیگه میخواستن معتادش بشن و مصرفش ادامه دار باشه، شما تو این دوره قادر خواهید بود مصرف پورن و خودارضایی رو بدون نیاز به اراده، بدون مصرف دارو، بدون اینکه بخواید با چیزی جایگزین کنید و فوری ترک کنید. این دوره قرار نیست مضرات پورن و خودارضایی بیان بشه، از قبیل اینکه مصرف پورن مغز شما رو کوچیک میکنه یا اینکه خودارضایی چشمتون رو ضعیف میکنه و باعث ریزش مو، زود انزالی و اختلال نوز میشه. چون دونستن اینها باعث ترک نمیشه، چرا که اگه میشد همه شما الان ترک کرده بودید. اما پس چی شد که علیرغم آگاهی داشتن از این اتفاقات باز هم به مصرفش ادامه میدید؟ روش‌های مرسوم و پرطرفدار ترک پورن خودارضایی استفاده از اراده و رژیم پورنه. برای مثلا جای مختلف خوندید که میگن مصرف پورن رو کم کن، یا اگه هر روز میبینی یک روز در میون ببین. این روش ها در نهایت بیفایده است. چرا؟ چون دلایلی که برای مصرف پورن وجود داره سرجاش باقیه، اما روش این دوره که ترک آسانه کاملا متفاوت عمل میکنه. شما با دیدن یک سری از مطالب در نهایت خواهید فهمید که چقدر ترک کردن اینها آسان بوده. اینکه ما خودمون انتخاب کرده باشیم معتاد پورن باشیم یک سوء تفاهم محضه. مثل این میمونه که یک معتاد هروئین بگه خودم انتخاب کردم که معتادش بشم. درسته که ما با انتخاب خودمون وارد سایت پورن میشیم، اما خودمون انتخاب نمیکنیم که چند ساعت توش بمونیم. مثل اینکه خودمون انتخاب میکنیم بریم سینما فیلم ببینیم، اما دوست نداریم که کل زندگیمون رو توی سینما باشیم. در اصل این طبیعت و کنجکاوی انسان‌ها که ما رو به سمت پورن میبره و در اولین برخوردمون نمیدونستیم که قرار معتادش بشیم و سلامتی و انرژی و شادیمون رو فداش کنیم. مانند بقیه تماشا کننده‌های پورن، ما هم درگیر یک تله شیطانی پورنوگرافی شدیم. هیچ فرد معتاد و یا غیر معتادی روی کره زمین حاضر نیستش که فرزندش برای کنار اومدن از استرس‌های زندگی یا لذت بردن از زندگی پورن مصرف کنه. یعنی همه معتادا آرزو میکنن ای کاش از اول شروع نمیکردن. البته جای تعجبی نداره، هیچ کس برای لذت بردن از زندگی و کنار گذاشتن استرس های زندگی نیاز به مصرف پورن نداره. ولی در این حال همه معتادا دوست دارن که به مصرف پورن ادامه بدن و گذشته از اینها کسی اونا رو مجبور نکرده که پورن ببینن. اینو خودشون هستن که سایت های مرورگر رو باز میکنن و وارد سایت پورن میشن. اکنون فکر کنید که یه دکمه جادویی وجود داشت که اگه اونو میزدید فردا در حالی از خواب پا میشدید که انگار هیچ پورنی رو تماشا نکردید و اصلا معتاد نبودید. در این صورت فردا تنها کسانی معتاد خواهند بود که در مرحله اولیه تماشا و تست پورنوگرافی هستند. تنها چیزی که ما رو از بیرون اومدن این تله باز میداره فقط و فقط ترسه. ترس از این که ما برای پاک شدن از این قضیه و ترک کردن باید مدتی رو با سختی و بدبختی و هوس‌های برآورده نشده بگذرونیم. ترس از این که ترک کردن سخته و نیاز به اراده زیادی داره. ترس از این که مجبور باشیم شبی رو توی بدبختی بگذرونیم و با وسوسه های قوی مبارزه کنیم. ترس از این که شب قبل از امتحان بدون پورن برامون جهنم بشه. ترس از این که بدون پورن نتونیم تمرکز کنیم یا نتونیم استرسمون رو مدیریت کنیم، یا بعد از ترک هیچ وقت زندگیمون به لذت بخشی قبل نباشه و شما قرار لذت بزرگی رو برای همیشه از دست بدید. ولی بین این ترس ها یک ترس از همه قوی تره.
اینکه تا همیشه قرار معتاد بمونیم و ترک نکنیم و هرگز آزاد نشیم. اگه اینطوره پس شما تمام راه‌حل‌های ترک رو طی کردید و به این نتیجه رسیدید و میدونید منظورم از شکنجه حاصل از روش ارادی ترک چیه. برای همینه که ما میگیم تو این دوره قرار نیست از روش اراده و چیزهای دیگه‌ای که شنیدید و دیدید استفاده کنیم. اگر فکر میکنید الان زمان مناسبی برای ترک نیست، بذار اینو بهتون بگم که خود مصرف پورن باعث این ترس میشه. پس هیچگاه این ترس قرار نیست شما رو ول کنه، چون تا وقتی که مصرف میکنید این ترس وجود داره. تله پورن جوری طراحی شده که شما رو تا ابد توی خودش نگه میداره. شما وقتی اولین بار پورن تماشا کردید تصمیم داشتید برای همیشه به دیدنش ادامه بدید؟ جوابش قطعا خیره. پس کی قرار کنار بذارید؟ فردا، سال دیگه یا چند سال دیگه؟ تله پورن جوری طراحی شده که شما رو برای همیشه توی خودش نگه میداره، همونطوری که خیلی رو تا آخر عمرشون مصرف کننده پورن موندن و در نهایت همین پورن زندگیشون رو پایان داد. شما حتما باید این رو بدونید که با کنار گذاشتن پورن قرار نیست چیزی رو تو زندگیتون از دست بدید و ترک پورن تو این دوره واقعا مثل دکمه جادویی عمل میکنه و به راحتی میشه اونو کنار گذاشت و لذت برد. و تنها سوالی که در انتهای این دوره باید بهش پاسخ بدید اینه که چرا زودتر از شرن پورن خلاص نشدید؟